درود بر بکس به ویدیو جذاب دیگه خیلی خوش اومدین. امیر وایتی هستم. اومدیم با یه ویدیو بسیار خفن. ویدیو امروز قراره در این بار است که اگه نخوام وقتتون رو زیاد بگیرم و طولش ندم که دارم میدم، درباره سرچ کردن آیدی یوتیوبرها و بهشون درخواست بدم و اگه شد قبول کردم و شما هم حتما برین آیدی ها رو سرچ کنین و برین بهشون درخواست بدین، چون شاید درخواست رو قبول کنن که اصلا معلومه قبول میکنن. بله اصلا هممون هم میدونیم قبول میکنن. بریم شروع کنیم این آیدی ها رو سرچ کردن. آیدی اولی که بخوام بهتون بگم و سرچش کنیم، آیدی کسی نیست جز مستر وان شات. سرچش میکنیم 18 16 333 و 500 اشتباه شد 579. بله دوستان، این هم از آیدی مستر وانشات گل گلاب. به به. بریم داخل پروفایلش. رنک بتلش 4600 بنازم 119 که لایک داره. این هم از اکانت خفن مستر وانشات گل. به به. همینطور که گوشه تصویر میبینید و اینجا هم معلومه تاپ 8 ریجن. به به. رفته پرچم ایران کوبیده وسط ریجن و همینجور داره با خودش تاپا رو میره بالاتر. بنازم مستر. واقعا بهترین، یکی از بهترین یوتیوبرهای، حالا یکی که نه، بهترین یوتیوبر کامیونیتی از نظر من. حالا نمیدونم نظر شما چیه. بریم سراغ سرچ کردن آیدی یوتیوبر بعدی. یوتیوبر بعدی کسی نیست جز تندر کبیر که همتون میشناسیدش قطعا. معلومه اصلا نمیشه کسی تندر رو نشناسه. تندر که یکی از قدیمی ترین یوتیوبرهای کامیونیتی، نمیشه گفت قدیمی ترینه چون قبل از اون کلی یوتیوبر بودن، قدیمی باشه میدونه اون زمان. بله این هم از اکانت داشتندر گل که به تندرم داشتندر گل گلابم رفته داخل ریجن بتل پرچم اون وسط کوبیده. بنازمه. دو تا یوتیوبر خفن دارن همینجور پرچم ایران رو به سوی آسمان میبرن. دمتون گرم، خدایی دمتون گرم. بریم سراغ یوتیوبر بعدی. یوتیوبر بعدی کسی نیست جز مموتی تیوی. 19 49 86 237 86 237. به داشت مموتی تیوی با اکانت ساکورای پاپ. حالا بنرش آواتارش برام لود نمیشه. جان مموتی باشه. به نازم دنس ورودو داش محمود گل با موز خفنش. بنازم. اینم از داش محمود گل. بریم سراغ یوتیوبر بعدی که کسی نیست جز سامان بالد. 34 28 480 97 480 97. اینم از آیدی داداشم سامان باد که قدیم به سامان کچل معروف بود. به به جانم. اکانت ها یکی خفن تر. حلالتون باشه. خدایی دارن تو کامیونیتی زحمت میکشن. بنازمتون. اینو از اکانت داداشی سامان باد. آیدی آخری و دیگه قرار ویدیو رو ببندیم. این آیدی آخره. آیدی آخر کسی نیست جز حسین امیل. 260 55 78 55 78 54. اینم از داش حسین گل گلاب. لول 83 پشمام. یوتیوبش گذاشته. کیدی ریت بیارش 14. حاجی برگام. من بیشترین کیلی که این سیزن زدم 12 تا بوده. داش حسین گل میانگین کیلش 14 تا، یعنی هر دست 14 تا کیل میزنه. آقا عشقین خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو همراهم بودین. لایک و ساب چنل فراموش نشه. تو این چنل هر روز ویدیوی خفن داریم. حتما
از ویدیوهای دیگه چنلم دیدن کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.